سلام، سیاپور هستم. قراره که در این ویدیو این سوال زیبا و جذاب از بخش هندسه رو با هم دیگه حل بکنیم. اگر مساحت این نیم دایره 50 پی باشه، مقدار x را به دست آورید. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله رو بزنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید نوتیفیکیشن برای شما ارسال بشه. اینجا کاتی ریاضی، کاتی به زبان مازندرانی یعنی نردبان، و ما میخوایم مثل اینکه از نردبون پله پله بالا میرید پله پله سوالات ریاضی رو براتون حل بکنیم. خب با توجه به اینکه مساحت نیم دایره رو به ما داده و ما میخوایم از این داده مسئله استفاده بکنیم، میدونیم که مساحت نیم دایره برابر هستش با پی آر به توان 2. ببخشید اینجا خوب نیفتاد. پی آر به توان 2 دوم. مساحت دایره میشه پی آر 2، مساحت نیم دایره میشه پی آر 2 دوم. خب این شده 50 پی. از اینجا ما میتونیم شعاع رو به دست بیاریم. این پی با این پی ساده میشه. آر به توان 2 دوم شد 50. یه طرف وسط این ساده انجام بدیم. آر به توان 2 میشود 100. از اینجا آر به دست میاد رادیکال 100 که برابر با 10 خواهد شد. خب پس من شعاع رو تونستم به دست بیارم. خب شعاع در حقیقت فاصله مرکز دایره تا محیط دایره هستش دیگه. من اگر اینجا رو او بنامم و اینجا رو من مثلا اگر پی بنامم، الان من پی او رو دارم که برابر هستش با 10. خب اینجا رو من اگر مثلا A بنامم، اینجا رو مثلا اگر B بنامم، با توجه به اینکه از P تا O 10، پس من A تا O رو میتونم 10 منهای X در نظر بگیرم. و اگر اینجا من بیام B رو به O وصل کنم و با توجه به اینکه OB هم مثل PO یا OP شعاع دایره هستش، پس OB هم چقدر میشه؟ 10 میشه. در این مثلث من اگر رابطه فیثاغورس رو اعمال بکنم، به راحتی میتونم X رو به دست بیارم به عبارتی 10 منهای X به توان 2 به علاوه x به علاوه 4 به توان 2 برابر میشه با 10 به توان 2. دقت بکنید میتونیم از اعداد فیثاغورسی هم استفاده بکنیم که در انتهای ویدیو من عرض میکنم خدمتتون. خب 10 منهای x به توان 2 با توجه به قاعده اتحاد مربع دو جمله میشود 100 منهای 20x به علاوه x به توان 2 و x به علاوه 4 به توان 2 هم طبق قاعده اتحاد مربع دو جمله میشه x به توان 2 به علاوه 8x به علاوه 16 بایستی مساوی بشه با 100. خب این x به توان 2 با این x به توان 2 با هم جمع میشن 2 تا x به توان 2. این منفی 20x با این مثبت 8x با هم جمع میشود منفی 12x. این 100 هم که با این 100 میره و یه دونه 16 باقی میمونه به علاوه 16 مساوی با 0. همه رو میتونم تقسیم بر 2 بکنم تا ضریب x به توان 2 من 1 بشه. اون وقت پاسخ میشود x به توان 2 منهای 6x به علاوه 8 مساوی با 0. این رو میتونیم با استفاده از تجزیه مقدار x رو به دست بیاریم با حل این معادله درجه رو با استفاده از روش تجزیه. البته میتونید از روش دلتا یا سایر روش ها هم استفاده بکنید، ولی تجزیه اینجا خیلی راحت تر ما رو به پاسخ میرسونه. از عبارت اول جذر میگیریم، این عدد وسطی میشه جمع و عدد آخری میشه ضرب. دو تا عدد باید پیدا بکنیم که جمعشون بشه منفی 6 و ضربشون بشه مثبت 8 که طبیعتا اون دو تا عدد منفی 2 و منفی 4 هستن که اگر با همدیگه جمع بکنیم میشه منفی 6 و اگر در همدیگه ضرب بکنیم پاسخ ما میشود مثبت 8 مساوی با 0. از اینجا هر دو تا عبارت رو باید مساوی 0 قرار بدیم، هم x منهای 2 رو باید مساوی 0 قرار بدیم و هم x منهای 4 رو باید مساوی با 0 قرار بدیم. x منهای 2 رو اگر مساوی 0 قرار بدیم x برابر میشه با 2. x منهای 4 اگر مساوی 0 قرار بدیم x مساوی با 4 خواهد شد. خب حالا این دو تا پاسخی که به دست آوردیم رو ببریم تست بکنیم. به جای x من اگر 2 قرار بدم 10 منهای 2 میشود 8، بعد 2 به علاوه 4 میشود 6 8 10 اعداد فیثاغورسی معروفی ان دیگه. یعنی 6 به توان 2 به علاوه 8 به توان 2 مساوی میشه با 10 به توان 2 و اگر
4 هم بذارم 4 به علاوه 4 این میشه 8 و 10 منو 4 این میشه 6 که بازم همون 6 و 8 و 10 که همون اعداد فیثاغورسی معروف هستن. اما میتونستیم بدون حل کردن، این بدون اینکه ما بیایم از معادله درجه 2 استفاده بکنیم هم این سوال رو حل بکنیم. به چه صورت؟ میتونستم همون اول با توجه به اینکه وتر من 10 شده در نظر بگیرم که با توجه به اعداد فیثاغورسی پس اون دوتا باید 6 و 8 بشن. پس x به علاوه 4 رو من اگر 6 در نظر بگیرم 10 منهای x باید بشود 8. خب از اونجا به راحتی من به دست می آوردم که x باید چند بشه؟ 2 بشه. یا اگر x به علاوه 4 رو من 8 در نظر می گرفتم 10 منهای x بایستی می شد 6 که از اونجا به راحتی x من به دست میاد 4. یعنی میتونستیم از اعداد فیثاغورسی هم برای حل این سوال استفاده کنیم. امیدوارم که لذت برده باشین. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.